شد زن علی شدی؟ علی رو من خیلی سال بود میشناختم. اصلا برنامه دوره همی هم سری پیش اومدم علی دعوتم کرد، یعنی گفت بریم، ولی نمیدونم یهویی شد چیزی که بهم گفت و خیلی یعنی حالا دیدی بقیه آدما دغدغه‌هاشون چیزای دیگه است، ولی خب به من گفت 60 سالگی میخندونمت. گفت آره خوشبخت رفته بهش گفته من زنم شو، من تا 60 سالگی میخندونمت. اونم گفته بله. خب آخه نه با هم دیگه سر کار بودیم، بعد سر سریال پیکسل، سر یه سریالی بودیم و اونجا یه شب خیلی بچه‌ها همه نشسته بودیم، خیلی خوب با علی حرف زدیم، خندیدیم. بعدش که یعنی قرار شد با هم ازدواج کنیم گفت تا 60 سالگی میخندونم. ببین اون شبی که شما رو گفت تو اون حجمی که من خنده باید زنش میشدم. دلیل نمیشه. چرا؟ خب واقعا دلیل میشه. ببینین آدم واقعا با آدمایی که عبوسن، با آدمایی که همیشه ناراحتن مشکل دارن. ببینین الان علی هم خب خیلی مشکل داره، از 100 جا شاید داره کار میکنه، هر کدوم اینا هم خودش مشکله، ولی خیلی ها هستن که کمتر از علی حتی یه دونه کارم دارن ولی همیشه ناراحتن. من اصلا نمیتونم اون آدما رو تحمل کنم، به خاطر همین وقتی که علی اینجوری گفت دیدم خب آره واقعا علی اینقدر خوش اخلاقه و در هر شرایطی اینقدر مهربونه و خنده از رو لباش نمیره که آدم دوست داره زنش بشه. سویچ هم یه بار آقای مدیر افتاد پایین از ماشین، حالا رفتم بردارم، داشتیم میرفتیم، اومدم بالا انقدر مونده بود کامیونه بخوره بهمون، خداش انقدر اینجوری که کامیون آقا کامیون کامیون حتی تو کامیونه بگی زده یا خیلی زیادی ریلکسه اصلا مگه میشه؟ توی مصاحبه ای گفتی که علی روانش پاکه. نه من میخواستم بگم، گفتم آره گفتم، من خودم هم فهمیدم چی گفتم. من میخواستم بگم که یعنی علی انقدر قلبش خوبه، انقدر آدم خوبه، میخواستی بگی دلش پاکه. دلش پاکه، نه دله رو گفتم، اومدم بگم از نظر مغزی هم نه منظورم اینه از نظر مغزی و روانی هم خیلی خوب آدم پاکیه. مثلا من الان پیش علی، حالا این گفتنش درست نیست ولی من الان پیش علی واقعا من شاید خیلی بیشتر بد اخلاقی میکنم، خیلی بیشتر گیر میدم، به خاطر همین منظورم این بود که روانش هم پاکه مثل قلبش. فهمیدی؟ به حال متوجه شدن که دقیقا چیه ماجرا. با این تعریف منم روان پاکی دارم. شما از بهترین های روان پاک، از خوبای روان پاکم. روزی 50 بار رضا زنگ میزنه به علی. نه اصلا بلوف نمی کنم، روزی 50 بار. یعنی همیشه رضا پشت خط علیه در هر شرایطی. علی داره کار میکنه، سر صحنه است اونجا اینجا، الو رضا الان چشم باشه میگیرمت. این چی شد؟ 32 بارش هم تکراریه، یعنی حرفاش تکراریه. آره یه مطلب آره خیلی گوده. خانومت مشکلی نداره با این موضوع؟ گفته بودی رضا تو زندگیته؟ اوایل در واقع نمیدونست نرگس، نه بعد متوجه شد. آره بعد دیگه خود زیاد نیست، همیشه اینجوری نیست اینا. بعد دیگه کم کم دید نه هست، این همیشه هست و آره صبح ظهر شب اصلا با هم کار نداری، قربونت شب بخیر چراغ خوابش اینجوری. آره تو اول تو قطع کن. نه اینجوری آره جا هستی چیکار کنم؟ ژن برتر؟ نه همه جا هستی. در کنسرت ها، در سریال ها، در
دوره همی مجری استنداپ میکنی؟ تخته بزنم. آره نه خوبه ماشاءالله. و اخبار میگی، نمیدونم دیگه چی کار میکنی؟ والا من تحصیلاتم سینماست. سینما خوندم، کارگردانی سینما. اصلا وارد این کار شدم برای اینکه کارگردان سینما بشم. بعد اومدم و یه چند تا فیلم کوتاه ساختم. بعد سخته خب وارد شدن به سینما به عنوان کارگردان یا هر چیز دیگه سخته به هر حال. بعد در یک زمینه‌های دیگه هم احساس کردم که استعداد دارم، رفتم اون کارا رو انجام دادم، تهیه کننده موسیقی شدم، یه سری کار تهیه کردم و کارهای موفقی شد، تو موسیقی سر صدا کرد و همین باعث شد که تهیه کننده موسیقی شناخته شده بشم و همین موقع هم کلیپ می‌ساختم و اونم کارهای اینجوری می‌کردم و بعد با مرحوم علی معلم خب که از دوستان هر جفت ما هستن، روحشون شاد، ایشون کارگردانی با توجه که من تحصیلاتم کارگردانیه، در واقع کارگردانی جشن حافظ رو به من دادن و من 8-9 سال کارگردان جشن حافظ بودم و خب اینا همینجوری این کارها پیش میومد پشت هم دیگه. بعد یه دوستی داشتم و دارم به اسم آقای مهران مدیری. بعد همونجوری که من این کارا رو میکردم یه شبی از من دعوت کردن من بیام بازیگرم بشم. تقصیر من بوده؟ نه کی من یادم نیست. توی شمال بودیم، خب سر فیلم پل چوبی شما قهوه تلخ رو میساختیم. بعد همینجوری با بهرام رادان و رضا یزدانی و برزو و اینا دور هم نشسته بودیم، من یادتون باشه. آره بعد گفتم بیا بازی کن. نه اونجا یه خاطره تعریف کردم، شما خیلی خندیدین. بعد که خندیدین گفتی اصلا تو باید بی بازیگر شی، اصلا نمیشه. کاش میشد اینجا اون خاطره رو بگی. خب بعد اصلا من اون شب همین شوکه شدم شما چجوری دارین همه میخندین، یعنی افتادین زمین رو مبل و دلتون گفت نگو اینجوری میکرد. بعد من رضا و بهرامو نگاه میکردم گفتم چی داره مسخره میکنه. من تو زندگیم انقدر نخندیدم که اون شب و گفتم که باید بیا بازی کنی تو، اگر همین رو این پکیج رو بیاری جلو دوربین اصلا یه ماجرایی میشه و شد و اتفاق افتاد. با قهوه تلخ پس شروع شد. با قهوه تلخ که قهوه تلخ متاسفانه سر یه تموم شده بوده نه یا متوقف شد. آره. و با در حاشیه با شوخی کردم وارد کار بازیگری شدم. و راضی از این موضوع؟ اونجایی که مردم دوستم دارن خیلی راضیم و چون فکر میکنم که هر کاری رو که ادامه دادم اگه مورد توجه مردم قرار گرفته ادامهش دادم. کارهای دیگه هم بلدم دیدی. اگر مورد توجه مردم واقع نشده در واقع ادامهش ندادم، ولی خیلی راضیم. نمیذاره حرف بزنی؟ نه دارم لذت میبرم. همیشه فقط پرسیدین گفتم. تو خونه هم همینجوری حرف اصلا هیچ سکوت میکنن، اصلا هیچ. ناراحت نیستن که همه جا هست؟ نه ناراحت نیستن. یعنی به زودی فکر کنم مثلا سرمربی تیم ملی وشو هم بشه. یه تیم هم داریم اتفاقا. وشو؟ نه تیم فوتباله، تیم هنرمندانه که همایون شجریان و رضا یزدانی و علی لهراسبی بازم نمیذاره خانومش حرف بزنه. اینا بازی میکنن توش، ولی خودمونیه. دوره همه هم که باز شما منو دعوت کردید چی بگم؟ ناراحت نیستی که همه جا هست؟ اینقدر پرکاره؟ نه ناراحت نیست. فقط آخه تو خونه هم همش درگیر همین کاراست، یه ذره اون موقع ناراحت. شما خودت خونه هستی مگه؟ نه موقعی که هستم دیگه. کی هستی؟ خب شب که میام خونه. من میدونم که سر یه سریالیه که مثلا 3 ماه سر اون سریال هست، 1 سال دیگه هم طول میکشه و صبح زود میری و کی تا 7 تا 8 که میام خونه علی یا نمیاد، یعنی من تمرین تئاتر 12 خیلی همون میبینین و خیلی چیزین خیلی زیاد خیلی خوش میگذره. خیلی ها من دورم نه خیلی کم همون میبینین آخه. بله مثلا تو 2 هفته پیش فکر کنم 4 شب همون ندیدیم اصلا. چون 8 شب اومدم خونه خوابیدم، علی 12 تازه تمرین تئاتر. هم میخواین تا جوونین کار کنین و دیگه بعدم بمیریم. از کیش میرفتیم شیراز. بله. اصلا یه ربه کلاس من نمیدونم کی وقت کرد سقوط کنه این. آقا صبر کن. چجوری میشه؟ ما نشستیم و این هواپیما اینجوری پا شد.
همینجوری پا شد با رضا همینجوری من میلرزید میرفت بالا. گفتم رضا این طبیعیه اینجوری بره بالا این همه ماها؟ گفت طبیعیه. یه چیزم داره دیگه، صدای بم بسزایی هم داره دیگه، موقعی که خیلی هم چیزه طبیعیه. گفتم داداش طبیعی نیست، این داره بال میزنه میره بالا. ما سوار کلاغ که نشدیم، سوار هواپیما اینجوری. گفت بشین آبروریزی نکن طبیعیه. بعد اصلا نمیدونم چرا این صندلی رو گذاشته بودن اینجا، دیوار ردیف یکم لطف کرد به ما داد ولی اینجامون بود این دیواره. اصلا یه صندلی اضافه کرده بودم من اینجای، یعنی این که میرفت بالا من اینجوری سرم میخورد چیزه. برو عقب‌تر. خب خلاصه هی اینجوری رفت من اینجوری گفتم رضا این من دارم خونریزی مغزی میکنم، این چرا اینجوری چرا تمام نمیشه؟ گفت ضایع نکن. بعد خوابید. اصلا باورتون میشه به هر حال داره میلرزه دیگه. آقا نخواب حداقل برادر من. این آقا اینجوری چشار بس خوابید و ما رفتیم صاف شد هواپیما و شروع کرد تق. اصلا یه رو ما مزاحم شدیم یه دقیقه ما رو بذاری شیره. چیکار؟ آقا این تق یه خانم مهماندار گفت مسافران عزیز یک نقص فنی کوچیک هست ایشالله برطرفش کمربندهای ایمنی خدا. آقا این من خدا همه جیغ زدن این چیزا ریخت بای چمدون. آقا میزنم چیه مگه میزنم بهش میگم رضا داره سقوط میکنه. رضا سقوط سرم هم میخورد توی مهمان داره میدوه. آره مهمان داره عرق کرده میدوه. بیا آبر یکی کاش تشنج. خلاص آقا من یاد چیکار بکنه نداره. بعد اینا رو میخواستم چیکار کنه خوبه آقا. تو اون داره میدوه کف داره دهنش میاد چمدون بیفته من اینجوری سر توی شروع کرد خوندن. باورتون میشه تو هواپیما اصلا غیر ممکنه تو در این شرایط بخونی. بخون. چی خوندی؟ یه هایدرمن فیلم خودزنیه فکر کن داره. آره بعد خیلی هم تلخه همه دارن میدونن میگه خستم نگونه اینو میخوندی؟ شکستم نگونه دست من. بعد من حالا تو این بدبختی که دست منو بگیر که گم شدم سرم داره میخوره کف یارو چمدون داد میزدم نخون رضا. خدا میگم نخون آخرین چیزی که میخوام بشنوم این نباش. گفتم نه آخرین چیزی که میخوام بشنوم این نباشه. آره خیلی تلخه دیگه. خانومه رو بیشتر ترجیح میدادم که داشت میگم خدا. خیلی آخه حیف بود نمیگفت این خاطره رو واقعا. اینقدر عجیبه. خیلی عجیبی رضا. 47 سالته اصلا بعد این وضع اصلا این شرایط خیلی. مهمون داشتیم بعد میخواستم برم تئاتر غذا رو آماده کردم گذاشتم. آره عارف و خانمش میخواستم بیان الهام غذا رو گذاشتم بهش گفتم علی من میرم میام تو فقط اینو مواظب باش. اومدم دیدم عارف بیچاره نشسته داره نون پنیر میخوره. نه بابا براش سوسیس سرخ کردم. آره داشت سوسیس. بعد گفتم عارف چی شد غذا؟ دیدم از یه قابلمه به این بزرگی انقدر مونده. انقدرشو نجات دادم دیگه. بد کردم. اون همه غذا سوخته متوجه نشدی؟ خب این گله اشک به خاطر چون مهمون داشتی بیخیالی تو سوسیسامون بوده. داشت تاریخش میگشت. نه به خاطر لوبیا پلو. گله اشک نه که آقای چرا مدیری، اینقدر بیخیالی؟ این جهازی که آورده دیدی؟ بعد دیگه قابلمه بو نداشت. نه بو داره نه صدا داره. در این قابلمه رو میذاری یا یعنی اصلا هیچی نه بو میاد نه صدا. این که جزء جهازهای خوبه. اصلا چه به درد میخوره وقتی میسوزه نمیفهمی. یه بوی بلند عزیزم جهاز خوب الان جهازی است
که در قابلمشو بذاری نه بو بیاد بیرون نه صدا بده. معلومه خیلی سفته همه چیش درسته. آقای مدیر استدیوی ضبط قدیم موسیقی خوب بود. نیست. وای من این بعد با آقای مدیری همش حرف بزنم. البته بله اینجوری اشکال من نبود، از قابلمه بود. خیلی خوب. بعد عارف خدا بیامردم سوسیس خیلی دوست داشت، اینم بی تاثیر نبود. برام بله. درست. دیگه روح بیچاره شاد. تو روح خونمون- شاد واقعا. روح عارف لرستانی، روح علی معلم شاد. بدی خیلی بزرگ داره تو سفر، خیلی دردناکه این بدیش. اینه که مثلا میریم اهواز، مرداد 70 درجه است دیگه هوا دیگه، چیز اصلا تخم مرغ بندازی زمین رو آسفالت نیمرو میشه. کولر رو نمیذاره روشن کنی. اصلا باورتون میشه؟ یعنی همه تشنج میفته، کف همه میریزن بیرون، میاد رضا داریم میونه 105، یعنی نمیذاره. سرمایی؟ اصلا دیوونه. من اصلا یه دقیقه هم نمیتونم تحمل کنم گرما رو. الان دیگه اتاقمون رو جدا میکنیم. میگه خودم اصرار داره که با هم باشیم. بگی میگم آقا چه با همی عزیز من اینجا داره. نه آخه میدونی مثلا حالا علی خیلی داره قلوف میکنه ولی من خیلی ابدا خیلی سرمایه‌ام، ولی ما چون سفرهایی که داریم میگه همه کنسرته. بازی خود کنسرت داشتی دیگه، مثلا شب قبل کنسرت مواظبی باد نخوره، صدای بله از اون نره. لحاظ بیشتر اونه دلیلش، ولی من به شدت سرمایه‌ام. تو خودتون نمیگی تو استاد؟ استان گرگان فقط الان از من نه از من پرسیدن، الان به شما هم میرسه. تو گرگان قورباغه ها داشتن از گرما ابو عطا میخوندن، یعنی انواع گوشه ها رو داشتن اینا امتحان. اصلا نمیدونی اصلا قورباغه ها افتاده همه رو به آسمون که کی شب میشه. و سفرمون طوری بود اصلا اتاق اضافی هم نبود، هتل پر بود و نمیذاشتش. میگم خدا شاهده، یعنی اخواب پریدم دیدم یه تشنج از گرما که اصلا این بحث خیلی اصلا. خب یه خاطره براتون بگم. اشتباه کردم. ختم یه کسی بود بمانه. رفتیم، من دیدم علی هر چی که به در مسجد بیشتر نزدیک میشیم حالش یه جوری میشه. فکر کردم مثلا به لحاظ فیزیکی مشکلی، مثلا سرش گیج میره، دیدم نه، هی داره وارد جو فضای ختم خودشو آماده میکنه. دست خوش نه اینکه فیلم بازی کنه ها، جو میگیرتش. و دیگه رسیدیم در مسجد. حالا ایشون هم تشریف آورده بودن دیگه، اونور بود. من دیدم که 2-3 جای خودشو کند. بعد گفتم علی اصلا ربطی به تو نه، اصلا انقدر عزاداری. و مادر بزرگ یکی از همکارامون مرده، اصلا ندیده بودیمش ما، این کارا برای چی؟ دیدم اصلا منو نگاه کرد، هیچی حالیش نبود، اصلا منو نشناخت. اصلا منو نشناخت. خب رفتیم تو مسجد نشست و اونجا کلی یه عده اومدن علی رو آروم کردن. گفتن مادر بزرگ اون دوستمونه که تو خود دوست تو یه بار دیدی. اصلا مادر بزرگ خنج زد، خودشو کند. اینا موقع خروج به ایشون تسلیت گفت درست میگم؟ موقع خروج به ایشون گفت تسلیت عرض میکنم. از انگار نمیشناسه، تسلیت عرض کرد رفت. یه عده رفتیم گرفتیمش گفتیم وایسا خانومت بیاد. آره یه ذره چیز داره، یه ذره. حالا دیگه وارد عروسی میشه دیگه نمیگم. به هر حال هر جایی جو خودشو داره. به هر حال ما خاطرات زیادی با هم داریم. بله آقای مدیری. بله. علی خب به واسطه شیرازی بودنش اون روحیه شیرازی رو داره دیگه. آره خیلی هم خوب و خوش اخلاق خیلی هم عالی. آره ولی حافظ میخونم. آره حافظ خیلی هم عالی. دیدی ها خوبی هست. الا یا ایو خیلی هم عالی. ولی ببین خب الان از سفر رو داره میگه، منم بگم دیگه. یه وقتایی که مثلا یه خورده غذا زیاد و کم میشه یا بالشش کم و زیاد میشه، خور و پف.
ببین یادت سر فیلم مهدی کرمپور بله ما اومدیم پل چوبی اومدیم شما مهدی هم سلام کنیم بهش. بهرام رادان زنگ زد گفت بیاین یه 2 روز پلو ما و مهران اومدیم پیش ما. اومدیم پلو شما هر کدوم سویت داشتی اونجا اصلا سویت بود. ما پلو سویت بهرام موندیم. حالا با بهرام موندیم دوستا اونجا بودیم. بهرام اون شب ریشاش سفید شد. آره اصلا بهرام هست حالا میاد ان شاءالله دور همین بپرسین ازش اصلا کدوم خور کدوم خور گوش بده. بهرام اتاق خودشو داشت، یه اتاق اینور بود، 2 تا تخت توش بود. خب این اتاقا انقدر بزرگ نبود که 2 تا تخت جاش بشه. ولی ما خوابیدیم فاصله همین تخته انقدر فاصله داشت. الان شما رضا من علی. ببین اینی که دارم بهت میگم جدی ها. اگه بگی انقدر قلوف من میدونم. خب آن بخوابین؟ بله. من دارم جای اون گویه ها دارم. آره. ببین همین که این چی خرس گریزلیه؟ این من نیستم که. خرس گریزلی در مقابل تو پشه است. من میدونم. تو رضای من علی منو بیدارش کردم. اینجوری صورتم رو می‌خواستم بگم علی پاشو اینوری شو این صدا رو بده به دیوار. علی ببین چشا اینه وزل اینه. علی چی شد؟ خور میکنی. میدونم ظرف یه دقیقه میدونم. من فقط بالشم اگه 15 ثانیه بعد دوباره شروع کرد. میدونم فقط بالشم. اگه بالشم بد باشه بعد قبول میکنم. نه ولی همیشه نمیکنه. ولی مثلا من یه 30 تا فیلم ازش دارم. قبلا چیز میکرد. فیلمم میگیری. من صداشو ضبط کردم، خورخوراشو ضبط کردم، همه رو ان شاءالله در اینترنت میذارم. چیزی از نرگس دیدی که خیلی بهت بر بخوره ولی نگفته باشی؟ فقط آره یا نه؟ آره چی بوده؟ گفتی نگه که مگه من میشه پریروز چند روز پیش بهش گفتم رفتیم سوار هواپیما شدیم. چیز کوچیکه، چیز بزرگ نیست ولی خیلی بهم بر بخوره. نه چی دلم گرفت. میخوای بگی؟ نگه نه اصلا از اینجا دیگه به بعد دیگه دست خودش نیست. تا اینجاشو گفته. بذار بگم بعدا میریم تو تدوین در میاریم با آقای بادی. رفتی سوار هواپیما بشی. آره بعد من حالم خوب نبود. همین الانم میبینی یه خورده کسالت دارم، سرم خوردم و اینا. بگم دیگه اب نداره. نگم آقای مدیری داره یه جوری منو نگاه میکنه. نه اون حرکات فیزیکی که نه دیگه تو ولش کن. چیزای دیگه نه این آخه با مزه است، با نمکه. چون با نمکه میگم وگرنه که بعد منم اینجوری این آب اینجوری میریخت حالم بد. نفر اینجوری نشستیم تو هواپیما. کاپیتان گفتش که مسافرین عزیز ما 2 ساعت اینجا روی باند هستیم و نمیپریم. 5 ساعت هم فاصله داریم تا تهران، یعنی از اون مقصد. به خاطر هوا 2 ساعت هم ما رو باند میشستیم، 5 ساعت هم تو مدت پرواز. بعد ورش بودم نرگس میگه که دیدم نرگس اینجوریه. گفتم خب پا میشه به هر حال دیگه، یه چرت میزنه پا میشه، منو تنها نمیذاره تو این شرایط. من حالم بده به هر حال بابا یه 2 کلام حرف میزنه. نه کات هواپیما چرخا رو داشت میزد زمین، اینجوری زد زمین. گفت چی شده؟ گفتم رسیدیم عزیزم اینا. بعد اومدیم تو ماشین 7 ساعت من تنها اینجوری میلرزیدم تو این هواپیما، این آب فلان. اومدیم تو ماشین گفتم نرگس واقعا حتی قرصم نیوردی برای من بالا، من حالم بده، من فلانم اینا، یه خورده به من توجه داشته باش، وقتی من مریضم آدم افسرده میشم. نه گفت باشه تو ماشینم خوابید تا خونه. چطور؟ تو ماشینم خوابید تا خونه 1 ساعت و نیم از فرودگاه تا خونه. یه بارم تو هواپیما داشت حرف می‌زد اینجا جلو دهنشو گرفتم. 45 دقیقه اونجا ما خندیدیم تا برسیم. تا 60 سالگی گفت همین کارا رو می‌خوای بکنی؟ همین داره منم خدا شاهده. اینجوری تا 100 سالگی میتونید بخندید. یه شب نمیخندونمش میاد لبای اینجوری اش تو چشش، میگم جانم چیه الان؟
میگه یادت باشه امشب منو نخندوندی یا. یه بار خوابیده بود با همایون شجریان، گفتیم بترسونیمش. رفته بودیم خارج از شهر، توی از این همایون هم این چیزای تفنگ‌های شکاری بود اونجا برداشت آورد. دلورزا خوابیده بود رو تخت، دوربینو دادیم به پژمان جمشیدی، گفتیم کاستو ببین فیلم بگیره. فیلم بگیره که این میترسه دیده میکنه تو خودش، در واقع این بلرزه ما بگیریم. این پژمان فیلمو گرفت، همایون اینم خوابیده بود رو تخت، منم پژمانو گرفته بودم که این تفنگ شلیک میشه. این تکون همایون اومد بالا سر اصلا همایون شجریان، بگو تو من همایون شجریان نیستی این کارا چی میکنی؟ اومد بالا سر این شلیک کرد دلول، آقا اصلا ترکید، همه چی ترکید. بعد من اون زیر اینجوری شدم، پژمان جمشیدی که میدونست قراره شلیک بشه، دوربین اینجوری شد شلیک دیگه. این آقا اینجوری کرد، اصلا من میشه نه بس دوباره خوابید. آره فوش ریز دادم. میشه اینقدرم نپری بالا. واقعا از چی نمیترسی؟ اصلا هیچی. با هم یهو گفتش که چیز اعلام کرد که به دلیل نقص فنی هواپیما. یه خاطره دیگه است. بله یه بار میخوام بگم چه جور آدمیه واقعا. تو زلزله یعنی نترسیدی؟ ابدا اصلا فیلمش هست که نترسیده.